بیا ای خواهرم بر حق نظر کن، ز جرم و معصیت دایم حذر کن. رهی خوشبختی را با لطف الله، شوی از نقشه ابلیس آگاه. خدا پوشیدگی را دوست دارد، ولی شیطان لباس از تن برآرد. بلا آورد بر حوا و آدم، شدن عریان و شرمنده به یک دم. تو باید ارزش خود را بدانی، خدا حاضر به آشکار و نهانی. خدا را بنده شو تا راضی گردد، وگرنه زندگیت بازی گردد. تو زیبایی خویش بر غیر پوشان، برای شوهر ولی آزاد و خندان. بسی غارتگری ناموس و مال است، بسی انسان بصیرت چون شغال است. حیا و عفتی تو قیمتی توست، نه این بازی چه بودن قسمتی توست. تو زیبای جوان پاک باشی، به چشم دشمنانت خاک باشی. بدان که دزدی ناموس در کمین است، بسی پیروز شیطان لعین است. تو نسل بعد را تقدیر سازی، مکن با خود و نسل بعد بازی. زی مریم درس گیر از پارسایی، بسانی آسیه یا به رهایی. خدیجه و فاطمه این 4 سرور، زنی دیگر نمی باشد برابر. به دنبال رضای حق الله، نموده فقط تمام قله را. خدا پشت و پناهی توست خواهر، اگر قرآن و سنت گشت رهبر. دعای ما بود خوشبختی تو، زی حق آسان شود هر سختی تو. همه ما اختران آسمانیم، همه تقدیر سازان زمانیم. اگر از زیچ گوهر را ندانیم، به ذلت زیر ننگ و آرمانیم. بیا ای خواهرم بر حق نظر کن، ز جرم و معصیت دایم حذر کن. رهی خوشبختی را با لطف الله، شوی از نقشه ابلیس آگاه. واقعا مصرعی که در بالا شنیدین برای اون خواهرانی که امروزها در سامانه‌های اینترنتی خودشان ریکلام کرده و 100 کیلو 200 کیلوگرم کرسکه ها را مالیده، ناموس انسانی خود را فراموش کرده، چه خیلی که خواهند رسم پهن میکنند درباره چنین زنها است. و ناگفته نماند که بنده فقط خواننده این شعر هستم. یک برادر با طریق سامانه واتساپ به ما این مصرع ها را روان کرد و خواستیم که به سمع شما رسانیم. خواهران علی قدر، چون که در این مصرع ها شنیدین، آینده هر یک ما و شما از خود ما و شما وابسته است. یعنی چه خیلی که رفتار کنیم موافق همان، خداوند متعال باز روزی حاصل را میدهد. زیرا گندم کاریم گندم میگیریم، جو کاریم جو. برای همین از شمایان احترامانه برادران خواهش میکنیم که از اون پهن کردن رسمهای خود و از اون خود را کرسکه کرده برای مردم ریکلام کردن کمی باشد هم استغفر الله کنید. شما زن هستین، شما ناموس خاندان، شما مادری فرزندان. پس به حرمت خداوند اون ناموس مسلمانی خود را و ناموس انسانی خود را برای این 2-3 سم کرسکه ها شده نفروشین. زیرا هر عمل، هر کاری که ما و شما میکنیم، چون که در این مصرع ها نیز شنیدین، روزی مکافات خود را دارد. تو زیبایی خویش بر غیر پوشان، برای شوهر ولی آزاد و خندان. بسی غارتگری ناموس و مال است، بسی انسان بصیرت چون شغال است. شاعر میگه ای خواهر ای زن، زیبایی خود را از مردم پنهان نگه دار و برای شوهر هر چی قدری که میتوانی زیبا کن، آرا بده تا که محبت بین شما مستحکم باشد. پس به حرمت خداوند، برای که اون انسان هایی که به صورت انسان چون شغال رفتار میکنند، به وسواس نرفتند، تو نیز از اون خود را آرا داده در کوچه سر و گشت کردن استغفر الله گوی. زیرا چنانکه که گفتیم زن این ناموس خاندان، مادری فرزندان، دعاگوی اون فرزندان. امروز که تو چنین رفتار میکنی، فردا فرزندان از اون اهل منازل تو در حق تو چی میشنوند؟ پس به حرمت خداوند در عائله مهر محبتی بین همدیگر را مستحکم کنین و از خود را آرا داده بین مردم ریکلام کردن استغفر الله گوییم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. با احترام دوست برادری شما امید رحمت. خداوند متعال یار و مددگاری هر یک ما و شما باد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.